حالا چیکار کنم؟ چقدر استخون ریخته اینجا، حتما اینجا پر از حیوانات درنده است. چی؟ این موجود عجیب چیه دیگه اینجا؟ هرچی هست به نظر خوشمزه میاد. برم بزنمش بر بدن. شیره، حالا چیکار کنم؟ این شیره ای که خوردمش و استخوناشو ریختم اینجا چقدر خوشمزه بود. بعد یه دونه شیر دیگه هم پیدا کنم بخورم. این با این قیافه شیرا رو میخوره. کنسل آقا، نخواستم. خدای شکرت. ای آدمیزاد کثافت، عجب کلکی سوار کرده. الان میرم به شیر میگم. واسا سلام آقا شیره. چیه میمون؟ آقا اون موجود دوپایی که دیدی اون اسمش آدمیزاده و شیرا اونو میخورن، اون شیر نمیخوره. جدی؟ دهنش سرویس. بیا بریم بالا سرش آقا. بریم آقا بریم. اونجاست حاجی، برو حسابشو برس. بزن بریم. این شیره که داره دوباره میاد، حتما کار اون میمون کثافته. چیکار کنم حالا؟ آها، پس این میمون به در نخور کجا موند؟ قرار بود داره یه شیر دیگه واسه من پیدا کنه بیاره ها.